وقتی به هوش اومدم دیدم من و اریک به 2 تا صندلی بسته شدیم، اونم روی یه قایق. چه به موقع بیدار شدین خوشگلای خوابالو. همین الان میخواستم باهاتون خدافظی کنم. از این ماجرا قصر در نمیری. چرا بابا در میرم. تو اینقدر احمق بودی که وقتی مچ کلیه رو موقع دزدی گرفتی پا نشدی به پلیس زنگ بزنی. آره کلیه رسم واقعیشه. به پلیس زنگ نزدی؟ پس نقشت چی بود؟ من کس میزنم، فقط میخواست نقاشیه رو ازت بگیره و بهت فرصت بده تا فرار کنی. حتی فکر کنم اون شب نگهبانا رو هم فرستاد برن خونه هاشون. چرا این کارو کردی؟ چون نمیخواست دختر مورد علاقه‌شو بفرسته زندان. الهی پسر کوچولو. جوری اریک کاملا ستوهاش از اونجا رفتن. باید یه راه فراری باشه. تویی که این همه سال مجرم بودی بلد نیستی چطور باید از چنین موقعیتایی خلاص شد؟ من یه کلاه بردارم، بلد نیستم تنو با از دستم باز کنم. عالیه. پس بین این همه آدم مجبورم اینجا کنار تو بمیرم. پس ترجیح میدادی با کی بمیری؟ شاید با اون گارسون خوشگله که همش تو رستوران به هم دیگه دل و قلب قرض میدادیم. میدونی چیه؟ بیا اصلا حرف نزنیم. من که از خود